بازی خیلی خیلی فانه Untitled Goose Game. تو این بازی شما نقش یک قاز خیلی خیلی دوست داشتنی رو دارید. البته از نظر من دوست داشتنی، از نظر کاراکترهای توی خود بازی فکر نمی‌کنم دوست داشتنی باشه. این بازی به شما یه سری مأموریت‌ها رو توی یه لیست میده که شما باید با انجام دادن اونا بازی رو پیش ببرید. شروع بازی شما خودتون رو توی یه جایی مثل حیاط پیدا می‌کنید و وقتی که جلوتر میرید با یه آقایی روبرو میشید که میفهمید باغبون اون حیاطه. بعد واسهتون لیست اون مأموریتایی که بعد انجام بدید باز میشه. دروغ چرا؟ بیشتر اون مأموریت‌ها موجب کرم ریختن و اذیت کردن اون باغبون بدبخته. مثلا واسهتون نوشته که باید یه میز پیکنیک آماده کنید با وسیله‌های اون باغبون بدبخت که هی بعد حواسشو پرت کنید و وسیله‌هاشو یکی یکی کش برید و میز پیکنیک خودتون رو بچینید. در کل این بازی به نظر من خیلی فانه و واسه اینکه مثلا حالتون خوب نیست و در حد اینکه چیل کنید بخواید یه بازی رو انجام بدید واقعا میتونه گزینه مناسبی باشه واسهتون و کلی بخندید و حال کنید.